هر صبح یک گروه از فعالان جامعه شهروندی و ورزشکاران میدوند، نه به خاطری که میخواهند از وزن زیادتی خلاص شوند یا تنها تمرین کرده باشند، میدوند تا به کودکان دارای اوتیسم کمک کرده باشند. سلام بیننده عزیز، برنامه نوبتدار در شهر است و با شما هستم امام علی سعیدزاد. در این نشر برنامه پیرامون شهروندانی که با دویدن به دیگران کمک میکنند قصه خواهم کرد. اکسیا که نامش میلی کبود است از طرف فاند خیروی اراده راه اندازی شده است و مقصد کمک به کودکان دارای اوتیسم است. هر کسی نوابسته از سن و سال می تواند اشتراک کند. اکسیای مذکور در کشور تازه به فعالیت شروع کرده، اما میان 2 هفته تقریبا طی 600 اعضا دارد. این اولین چنین اقدام است در ما. حالا نمیدونیم آیا پس از انجام آن باز ما چنین اکسیا را میگذرانیم یا نه، ولی اگر همه به خوبی بیانجامد البته باز میگذرانیم. برای اشتراک در اقدام کفایه است که از پلی مارکت برنامه استراوا را بارگیری نمایید و آنجا در گروه تجکی رن کلاب خود را نامنویسی کرده، جی پی اس را در تلفن دستیتان فعال نموده و دویدن پردازید. باید گفت که بعد دویدن هر اعضا به فاند این اکسیا مبلغ وارد می شود. یعنی یک شرکت خیرخواه مبلغ گذاری این اقدام را به عهده گرفته است و هر 1 کیلومتری که شما می دوید 1 سومانی به فاند اکسیا از طرف آن شرکت گذرانیده می شود. با من خودی ایده پسند آمد. وقتی من با دویدن به کسی می توانم کمک کنم چرا نه، و برای این من بسیارتر می دوام. ماموریت این اقدام مبلغ مذکور را برای طبابت کودکان دارای اوتیسم مصرف می‌کنند. طور فیروز عبدالقادرов تشکیل کننده کلوب تجکی رن کلاب میگوید دام 2 هفته که اکسیا فعال نمودیم مردم علاقه 9000 کیلومتر دویدند و در فاند تقریبا 9000 سومانی جمع شده است. ما مردم را دعوت میکنیم که به ورزش مشغول شوند و در این برابر به کودکان دارای اوتیسم کمک نمایند.